از پیامبر خدا سوال شد برترین بی‌نیازی چیست؟ در برخی از روایات دارایی و بی‌نیازی حقیقی را توانگری نفس می‌دانند. پیامبر خدا می‌فرمایند توانگری داشتن مال بسیار نیست، بلکه بی‌نیازی در دل است. مطابق فرمایش رسول خدا، غنا و بی‌نیازی از کثرت مال و ثروت حاصل نمی‌شود، بلکه ثروت حقیقی بی‌نیازی در دل یا نفس است. این مسئله در زندگی افراد بسیار مهم است، چرا که ما افراد زیادی را می‌بینیم که اموال زیادی دارند ولی باز هم حریص هستند. شب و روز تلاش می‌کنند ولی نه خودشان از زندگی خود بهره‌ای می‌برند و نه دیگران از اموالشان خیری می‌بینند. هرچه به دست می‌آورند باز از فقر می‌نالند. در مقابل افرادی را می‌بینیم که چیزی از مال دنیا ندارند ولی بی‌اعتنا و بی‌تفاوت هستند. بنابراین آنچه انسان را بی‌نیاز می‌کند غنای نفس است و آنچه انسان را نیازمند و فقیر می‌کند فقر نفسانی است. نقل شده است که روزی بهلول به سراغ هارون رفته و یک پول سیاه در دست هارون گذاشت. هارون گفت این چیست؟ بهلول گفت نذر کردم اگر مشکلم حل شود صدقه‌ای به فقیری بدهم و هرچه فکر کردم فقیرتر از تو پیدا نکردم. بنابراین این اشخاص ظاهرشان غنی است اما باطنشان یک دنیا فقر است و در مقابل افرادی هستند که دستشان تهی است اما باطن آنها بی‌نیاز است. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگه ویدیوهای ما مورد پسندتون بود بی زحمت ما رو لایک و سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو فعال کنید و ویدیوها رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تا ما با انرژی بیشتر بتونیم ویدیوهای بهتر تقدیم نگاهتون کنیم. ممنون از همراهیتون.